مشکلات ساحه نساجی در تاجیکستان کم نیست. تنها برای نامبر کردن آن چند ساعت وقت رفت. بالا بودن فایزی قرض‌های بانکی تا 25% سالانه تجهیزات‌های کهنه از مشکلات اساسی این ساحه نامبر شدند. در کشور عین زمان تنها یک کارخانه کشبافی فعال است. این کارگاه تنها چند درصدی طلبات بازار داخلی را تامین می‌کند. هر یک ناحیه به یک کارخانه کشبافی باشد. برای اینکه با امروز 9000 تن پیاز برآورده ایستادیم. 99% همون ما خارج به اکسپورت کرده ایستادیم. برای چی کشور متا استحصال نمی کند شهر دادن دشوار است. در تاجیکستان تنها در سال گذشته 90,000 تن نخ پخته استحصال شده است. اما با این هم شرکت های دوزندگی مجبور هستند متا را از خارج خریداری کنند، اساساً از ترکیه و چین. ضمناً پخته تاجیک محض به همین کشورها برای کار کرد فرستاده می شود. کنی چیت برای دوزنده، کنی ساتین برای دوزنده، کنی مادپلان برای دوزنده، کنی ویلویت، کنی اوگرو بخمال، نیست که این چیزا. آیا شیوه ها میگن که ما به تیتون محصولات. با این حال نمی شود گفت تاجیکستان برای رشد این ساحه کار نمی کند. در دوام چند سال گذشته کشور برای حمایت از نساجان داخلی چند قانون را قبول کرد. برای صادرات پخته باج گمرکی 10% جاری شد. کارخانه های سابقه دار از پرداخت انداز 10% از فروش و کارخانه های تازه تأسیس از پرداخت انداز برای 12 سال آزاد شدند. باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات نوین نساجی نیز بیکار شده است. در تاجیکستان قانون پیشبرد سیاست دولتی صنعت نساجی امسال قبول شد. از همه جالبش این است که در این قانون در مورد تأسیس یک خزینه رشد صنعت نساجی گفته می شود. ما صاحبکاران و عالمان امید داریم که فایز مبلغ‌های این بنیاد برای کارخانه های نساجی دسترس خواهد بود. راه حل مشکلات ساحه نساجی در برنامه درازمهلت ساحه باید درج شود. در این برنامه باید مشخصاً گفته شود که برای رشد ساحه نساجی چه مقدار پول ضرور است، در کجا چه مقدار کارخانه های نساجی را باید ساخت و از همه اساسی از کجا برای رشد این ساحه مبلغ باید پیدا کرد.